سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچنی لیمانچی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 250 گرم آرد، 100 گرم مسلامو در حرارت خانه باشد، 4 قاشق سمیتانه، یک دانه تخم، 30 گرم رزرخلی، 100 گرم شکر برای داخلش باشد، 300 گرم تворог لازم. ما در اول مسلامه میگیریم. تخمه زردیشه به خمیر و سفیدیشه به تворог میگیریم. آمیخته میکنیم. شروع کرد. اکنون همین شکراموی 100 گرمه نیمتشه خمیر بیو نیمتشه من بالی تворог به همراه میکنیم. برابر شود من 50 گرمی من اکو همیشه شروع آمیخته میکنیم. من اکو سمیتانه هم همراه میکنیم. نه همه محصولاتمو شروع آمیخته میکنیم. همش یک خیل شود. آرده همراه کرد نه رزرخلی تیله بالاش به همراه میکنیم. من بسیارتر پیچنی به رزرخلی تیله کمتر استفاده میبرم، برای اینکه اگر کمتر استفاده برید کرد همین وقتی پیچنیامو پختم به بنهایت پیستاشنی با لذت میبیاد. اگر کو رزرخلی تیله بسیار همراه کنید سخت ورم کرده روغنین خمیری روغنین اما روغنینیشو گم کرده بنهایت مزهش خوشرو نمیاد. برای همین من کمتر همراه میکنم. من کو خمیر تیار میکنیم. بسم الله. خودش همین محصولاتای چین قشقتی کنید بنهایت شروعی می تیار میشه دیگه. اون قطعی دیگه وای نمیشید. خواتیر خمیر کرم میگیرید. من خمیری ما تیار شد. من بنهایت روغنینی ملایم تیار شد. شما هم حرکت کنید که همین خمیرهای پیچنی روغنین تیار کنید. من خمیرامو به مدت 20-25 دقیقه به یخدان میگذارم. من خمیری ما هم دم گرفت و میگیریم. من همین تворог و تخم سفیدیشو شکره شروع آمیخته میکنیم. پیچنی با تворог به نهایت با لذت است. همه ما شما میدانیم که چقدر لذتش. شروع آمیخته کردیم. همه خمیرامو زوالچه میکنیم. خیلی خواهید کلانتر یا مایده‌تر از سبب خمیرش به نهایت روغنین بودنش ارتقاطی میکشاییم. بسیار تنوم نمیکشایم که خمیرش روغنین وقت میشد. من چقدر غفتش میکشایم. اکنون تворог میمانیم. شما میتونید جای تворог و چهارمغز هم مانید میشه. چهارمغز می مویز می کوفته می سفیدی تخمکی همراه کرده. شروع محکم کردیم که من چپه کرده کمتر جمع میکنیم که مانندی لیمون شود. همشه همین طور میکشویم. تворог ماندیم طرزی محکم کنیش. من همین سرش شروع محکم میکنیم. شروع محکم کردیم درازک شکل شد که چپه کرده کمتر جمع میکنیم که مانند لیمون شود. من لیمونچکا کشیدم. اکنون به مدت 20-25 دقیقه به 180 درجه به تفتان میگذاریم. چگونه میبینید پیچنی لیمونچی ما هم پخت. چقدر خوشرو پخت.
اکنون آرامیتیم به ما چی لازم من کراسیتیل مخصوص برای همین پخت و پز رنگ کنی این تماما ضررش نیه من آبی شیرگرم گرفتیم من کمتر شکر لازم ما همین رنگ مایه همراه میکنیم آب. اگر شما به رنگ نباشد میتوانید یک دانه سبزی اتیارکا گذرانده آبش آب کتی همراه کرده استفاده بریده میشه. همین رنگی لیمون بای میشه. رنگامو چقدر شو اکو همین پیچنیامو گرفته همین رنگ با میتخونیم اکنون همین شکر میکنیم با مانندی لیمون میشه و رنگ با میتخونیم اکنون شکر میکنیم چقدر ماننده لیمونچیک شد. چگونه میبینید پیچینی لیمونچیک ما هم تیار شد. اکنون من درونش میبینیم با تورق چقدر تیار شده است. به نهایت خمیراش ملایمی عجایبات. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشه.